اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. در 35مین جلسه کابینه امارت اسلامی روز 9 ماه سنبوله، روز خروج آخرین عسکر امریکایی رخصتی عمومی اعلان شد. یک وسیله نقلیه در زین خط آهن که چند پیش از سوی اداره ملی خط آهن کشور از ایران خریداری شده بود در استادگاه روزنک هرات آغاز به فعالیت کرد. در یک قرن گذشته این نخستین وسیله نقلیه خط آهن است که از سوی اداره ملی خط آهن خریداری شده است. معاون اقتصادی ریاست الوزراء آقای مولا عبدالغنی برادر آخوند در شهر کابل 5 پروژه بزرگ را افتتاح کرد. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ آقای مهاجر فراهی در آخرین روز برگزاری نمایشگاه کتاب و صنایع دستی ریاست بهقی گفت اگر می خواهیم جامعه توسعه یافته داشته باشیم می توانیم از طریق علم به این هدف نائل شویم. مسئولین ریاست احصایه و معلومات بامیان می گویند در سال 1401 هجری شمسی از توزیع بیش از 27,000 تذکره برقی، بیش از 15,000 تذکره کاغذی و بیش از 4,000 تذکره مصنع 10,300,000 افغانی عواید جمع‌آوری و به خزانه دولت تسلیم نموده است. مسئولین شاروالی کابل می گویند به هدف کاهش ازدحام و رشد اقتصادی سرک کوهی سنگی ده مزنگ در آینده نزدیک پراخ می گردد. وزارت صحت عامه می گوید از سوی امنیت غذای ریاست صحی محیطی وزارت صحت عامه از قصابی های ساحه شهر نو نظارت صورت گرفت.